با عرض ادب و نهایت احترام خدمت شما بزرگوار، بنده لغمانی هستم، از فنان مزاحم شما میشم. البته به عنوان یکی از بیننده هایی که همیشه برنامه های شما بزرگواران و به ویژه برنامه آن روی سکر همیشه دنبال میکنم. ولی خب البته نظر یا در کل و اصطلاح چیزی را که من میخوام به عرضتان برسانم این است که جناب آقای انصاری نهایت ارجمند، استاد بزرگوار، من به کرات تلاش کردم تا با شما تماس بگیرم. من هم سنی هستم، مسلمان هستم، از ولایت لغمان افغانستان هستم. متاسفانه هیچگاه موفق نشدم که با شما در برنامه زنده آن روی سکه صحبت بکنم و من هم درد دل بسیار زیادی دارم درباره ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها که متاسفانه منافقین و مرتدین روافض درباره آن مادر بزرگوار علی کرم الله وجهه اهانت‌های بسزا یا اهانت‌های بسا زیاد را مرتکب شدند. متاسفانه من باید این گونه به عرضتان برسانم که چطور میشه درباره مادران روافض هم برنامه داشته باشیم تا یک کمی درباره خانمان روافض، مادران روافض، مثلا درباره خانم خمینی و همچنان خانم خامنه‌ای و تمام مثلا خانم امام رضا صحبت بکنیم که چند تا خانم داشتن، خانمش چه کاره بود، در کجا می نشست، چی میکرد، چی نمیکرد. بسیار خوب خواهد بود ما ببینیم که به اصطلاح اینها چه عکس العمل نشان میدن. این از نظر من و من محکوم میکنم اندیشه و عقیده تمام تشیعه، چه برسه به اینکه روافض باشه یا نه، به خاطر از اینکه این مذهب پایه و اساس قومی، نژادی، سمتی و تعصب در برابر قرآن و حدیث و همچنان تمام کسانی داره که اسلام را، کلمه توحیدی را به سرزمین های فارس که من هم یکی از فرزندان فارس هستم، این کلمه توحیدی را به اینجاها رساندن با خون مقدسشان و با انرژی کامله که در راه حق و عدالت قربانی نمودند. و این گونه است که اینها به اصطلاح اظهار تعصب میکنن، اظهارات خشن و فحاشتگونه را در برابر مقدسات مسلمین ارائه میکنن، چه به نام شیعه چه به نام روافض. به هر نامی که باشه، مثلا ایرانی ها متاسفانه بسیار تعصب دارن در برابر مقدسات ما مسلمان ها، ولی متاسفانه اکثر انسان ها گول خوردن، گول روافضین را خوردن و به اصطلاح شیعه شدن، یا بر اساس ظلم یا بر اساس جهالت. مطالعات قرآنی ندارن، مطالعات اسلامی ندارن و از تاریخ اسلام آگاهی خوب ندارن، بنابراین اینها گول خوردن. و من از شما خواهش میکنم که برنامه هایی را باید صورت دهید تا بتوانیم درباره خانم های روافضین و او افراد و اشخاصی که به پایه و اساس مذهب رافضه‌گری را شامل میشن درباره ناموس و اون افراد و اشخاص صحبت بکنیم که یک کمی به اصطلاح امی شأن و جایگاه و منزلت عقیدتی مذهب وحشی رافضه‌گری را هم به اصطلاح بفهمیم که اینها در چه جایگاهی قرار دارن و اینها کی هستن، از چه کسی دفاع میکنن و در برابر چه کسی موضع‌گیری میکنن. جهان سپاس، با عزت باشید دوستان نهایت بزرگوار، استادان عزیز، پایینده باشید.